شیرالی کبیر سبب‌های از فعالیت ماندن کارخانه‌ها را با پایان رسیدن مهلت اجازتنامه نداشتن پول و نبودن سپارش وابسته دانست. همزمان بعضی از کارخانه‌ها را متهم کرد که دخل و خرج خود را پنهان نمودند اما از کسی نام نگرفت. بعضی از اقتصاددانها دلیل‌های دیگر را پیش آوردند. یکمش نورسویی انرژتیکی است. دوم سببش این سیاست فیسکالی، فشار بلندی اندازبندی، یعنی که کارخانه را مجبور می‌کنه اندازه زمین سپارد، اندازه درآمد سپارد و غیره و غیره. اندازها یک چند نمود اندازها است سپارد. اقتصاددان عامل دیگری از فعالیت ماندن کارخانه‌ها را هدف‌های تبلیغاتی و آماری دانست. هست از کارخانه‌های دوزندگی وجود دارد که رسما به افتتاح سپرده شدند، لیکن وقتی که هنگام کارمندان برای کار کردن به آنجا میروند هوسمند میشن که در آنجا کار کنند، میبینند که یک بینای خشک خالی است، یا کارمند نیست. وزیر صنعت تاجیکستان در صحبت‌هایش به این مشکل هیچ اشاره نکرد. برعکس تاثیر کارخانه‌های از کار افتاده را بر رشد صنعت ناچیز دانست. بسیار کارخانه‌های کلیدی هستند که تاثیر خیلی کلان دارند در نشاندادهای ماکرواقتصادی صنعت جمهوری. اونها را ما کوشش کرده هستیم که فعالیتشون را با ثمر کنیم. این در حالی است که بعضی از کارخانه‌های بزرگ به مثل شرکت الومینی تاجیک و تالکاگالد در سال 2023 نقشه سپردن مالیات انداز را با ارزش میلیون‌ها سومانی اجرا نکردند. تاجیکستان صنعتی کردن را یک از 4 هدف استراتژیکی اعلام کرده است، اما این نگرانی وجود دارد که بعضی ساحات برای رسیدن به این هدف موافق نیست. رسانه‌های دولتی و منصبداران تاجیکستان پیوسته از تشکیل کارخانه‌ها و هزارها جای کاری نو خبر می‌دهند. بیشتر کارخانه‌ها را هنگام سفر پرزیدنت به شهر و ناحیه‌ها باز می‌کنند. یک تحقیقات رادیو آزادی اثبات کرده بود که بعضی از این کارخانه‌ها پس از رفتن پرزیدنت از فعالیت ماندند.